ما میخوایم به اون هدفی که خدا ما رو براش خلق کرده برسیم. چی کار باید بکنیم؟ از کجا شروع کنیم؟ یکی از نقاط شروع اینه که هدفت رو خوب تعیین کن. حرکت، بصیرت برای پیدا کردن برنامه حرکت و اصرار و شوق برای رسیدن به مقصد، اینا بسیاریش وابسته است به دیدن هدف. اگر هر موقع دیدید سرمایی در قلب شما هست، هر موقع دیدید اون شتاب و عجله نیست، هر موقع دیدید هی راه رو نمیبینید از کجا باید برید، چی کار الان باید بکنید، بدونید رابطتون با هدف کمرنگ شده. شما هر عملی انجام میدید باید بگید قربتنا الله. قربتنا الله یعنی ذکر هدف. هدفتو بگو بعد انجام بده، فایده نداره. بدون ذکر هدف کار خوبم به درد نمیخوره، عبادتم به درد نمیخوره. بعد دوباره باید انجام بدی. جالب اینه نماز تو خوندی، نیت قربتنا الله نداشتی، دوباره باید بخونی، فایده نداره. اینقدر هدف مهمه. یه بارم نیست شما معتقد بشی و بعد بگی من جزو معتقدین هستم. هر بار باید این هدف رو یادآوری کنی، باهاش ارتباط برقرار کنی، به خاطرش یه حرکتی انجام بدی. با رفیقت میخواید احوال پرسی کنی، الان میخواید یه استراحتی کنی، سحر میخوای بلند شی، فردا میخوای بری سر کار. باید بگی، باید در دلت مرور کنی من این کارها رو برای اون هدف انجام میدم. باید تکرار کنی. روزی چند تا کار شما انجام میدید؟ میتونید بشمارید چند تا کار انجام میدید؟ میرم سر کار، تو خود از اینجا تا سر کار رفتن 100 تا کار انجام میدی. یه دونش اینه که لباس میپوشی. در مورد همون لباس پوشیدنت که حالا اصلا به چشم نمیاد، میفهمد اگه لباس برای چه نیتی پوشیدی؟ آقا داریم لباس میپوشیم دیگه، ولمون کن، لخ که نمیتونیم بریم ولی لباس بپوشیم دیگه. نه این لباسو چرا پوشیدی؟ بالاخره اینو خریده بودیم بپوشیم دیگه. باهات کار داره. روایت هست میفرماد لباس بپوشی برای اینکه به چشم دیگران بیای، تا وقتی تو اون لباس هستی خدا بهت نگاه نمیکنه. آقا این عادی ترین رفتار بود دیگه، همون کت معمولی همیشگی بود. خب امروز این کت معمولی همیشگی رو برای چی پوشیدی؟ تربیت دینی اینه. ببینید از اینجا اصلا دینداری آغاز میشه. خب آقا لباس آدم میپوشه به چشم دیگران بیاد دیگه، پس به چشم دیگران زشت بیام گونی پوشم؟ نه. برای چی میخوای به چشم دیگران خوب بیایی؟ به خاطر خدا یا به خاطر دل خودت؟ بابا ولمون کن تو رو خود، چه دقتی میکنی تو نیتای ما. ابی نداره به چشم دیگران آراسته بیای، لباس خوبم خریدی، آفرین، معمولی، متوسط، خوب، هر چی، بگو به خاطر خدا به خاطر تو میخوام به چشم دیگران. حالا من حواسم نیست. خب حواست نباشه به هدف، به سمت هدف نمیری. همون فرصت هایی که داری از دست میدی. بعد میگی من چرا موندم؟ همون عجله‌ای که نداری، همون اضطراریه که احساس نمی کنی، به خاطر خدا. بعد لباس میپوشی، از در میخوای بری بیرون، میخوای بگی خداحافظ یا نه؟ به خاطر چی میخوای بگی خداحافظ؟ بابا دیگه خداحافظ همیشه میگیم دیگه، همین یه دونه رو. دوباره فردا هم میشه من امروز نیت کنم همه خداحافظیام من بعد برای خداست؟ چرا میخوای یک بار به سمت هدف حرکت بکنی حوصلت نمیاد دوباره به سمت هدف حرکت بکنی؟ ببین هدف ازش خسته شدی یا تکرارش اذیتت میکنه. یه بار برای همیشه میخوای کامپیوتر برات بندازه، پس اصلا نمیخواد به خدا مقرب بشی. برو زندگیتو بکن. اونی با هدف خوب ارتباط برقرار کرده هر بار هدف رو یادآوری کنه. حالا که خدا اینقدر ساده کرده، تو با همین کارهای سادت میتونی به سمت خدا حرکت بکنی، چه نمی کنی؟ خب این کارو میخوای اعلامیه بزنی، بیانیه بزنی که آی مردم من خدا شناسم، این خدا مزه‌ای نداره،
که حالا بخوای همش به فکرش باشی. ول کنید، شما هم نیاد اینجا، منم دارم بی‌مزه زندگی میکنم، زندگی خودتون رو بی‌مزه نکنید. میخوای اینو اعلام کنی؟ حالا به سمت خدا که نرفتی، بالاخره از رونقم بندازی. به هدف باید خیلی توجه کرد و هدف رو باید باش ارتباط دائمی برقرار کرد. اگر هر موقع دیدید سرمایی در قلب شما هست، هر موقع دیدید اون شتاب و عجله نیست، هر موقع دیدید هی راه رو نمیبینید از کجا باید برید، چه کار الان باید بکنید، بدونید رابطتون با هدف کمرنگ شده. اونی با هدف خوب ارتباط برقرار کرده هر بار هدف رو یادآوری کنه. شما هر عملی انجام میدید باید بگید قربت الله. قربت الله یعنی ذکر هدف. بدون ذکر هدف کار خوبم به درد نمیخوره، عبادتم به درد نمیخوره. از اینجا اصلا دینداری آغاز میشه.